چیزی که ما امروز داریم آیفون 16 پرو 512 است و بریم با هم دیگه بازش کنیم. چیزی که فرق کرده تا اونجایی که من میدونم، من خیلی نمیدونم راجع به اینجور چیزا، ولی قدیم جعبه آیفون مشکی بود، الان نیست. مثل اینکه پارسال هم نبود، من پارسال نمیدونم چه رنگی بود. بعد الان روی گوشی اینجاست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با آیفون 15 پرو بتونی تشخیصش بدی. چیزی که به جز این هست چیز خاصی نیست. میریم که بازش کنیم. نزیم گوشی ایستاده بالاست و رنگ خوشگلی هم داره. من رنگ نچرال تیتانیوم رو گرفتم به خاطر اینکه نظر خوشگلی ترین رنگش بود. نمیخواستم گلد بگیرم، همون دیزرت رو بگیرم و از اینجور چیز. گوشی که اینجاست، این از گوشی. میریم سراغش. اینور یه دونه کابل داریم که فقط کابل، خاصی نیست فکر میکنم، ولی خب کابل جنس خوبیه دیگه، مثل چیزهای دیگه اپل احتمال. این دفعه چیزی که هست، حداقل تو نسخه آمریکا میدونیم که استیکرهای اپل وجود ندارن. یه سری کاغذه که صرفا چیز خاصی هم نیست. استیکرهای اپل مثل این که اگر از مغازه های اپل استورها بگیرید گوشیتون رو، میتونید ازشون درخواست کنید که بهتون استیکر بدن، اگر نه نمیخواد. بریم سراغ خود گوشی. خب گوشی اول از همه که میدونیم یه دونه دکمه جدید بهش اضافه شده. بعد راستش من 14 پرو دارم، خوش دستره، ولی در حد 15 پرو خوش دستره، یعنی هیچ تغییر خاصی نکرده تقریبا. نمیدونم، شاید هم تغییر کرده، من نمیدونم. دکمه هم که نسبت به 14 پرو من اینجا یه دونه اکشن باتن داریم به جایی که فقط بتونیم سایلنت کنیم گوشی رو. دیگه چیزای دیگه هم این جدیده که دکمه نیست اسمش، ولی سعی دارم بهش نگن دکمه، ولی حالا دکمه عکاسی و این چیزاست که یکم هم جای عجیبیه، به خاطر اینکه هیچ وقت اینجوری عکس نمیگیری. میدونی چی میگم؟ مثلا اگه صاف گوشی دستت باشه اینجوری گرفتن خیلی سخته و از اینجور داستانا. حالا کاربر زوم و اینا هم داره. فرق اولی که میبینیم دوباره با گوشی من تایپ سی شده گوشی، با اینکه زیاده هم حالا چیز مهمی نیست به نظر من از لایتنینگ بدم نمیومد. و بریم برای خود گوشی. گوشی بالا اومد. خب من الان باید برم گوشیمو با این سینک کنم.